بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نساء شروع میشه. این سوره را به نام نساء یاد میکنه. احکامی که مربوط زناست خیلی زیاد در بیان شده، از او خاطر سورت به نام سوره نساء یاد میکنه. دو سورت به نام زنا، یکی سوره نساء کبراست و یکی هم صغرا. صغرا در سپاره 28 به نام سوره طلاق برش میگه که در اونجا هم احکام مخصوص زنا بیان میشه. از او خاطر یا این سوره ها را به نام سوره نساء یاد میکنه. از این معلوم میشه که قدر و منزلت زنها به نزد الله متعال چقدر است که حتی صورتای خود هم به نام از یا نام گذاری کرده. پس خواهری که به جز از اسلام در کدام نظام دیگر حق خود مطالبه میکنه، عزت و شرافت خود در او میبینه، خطا شده، غلط کرده. به جز از اسلام در یک نظام دیگر امو شرافت و عزتی که در اسلام برش داده شده در یک نظام داده نشده. اما تأسف در اینجاست که امو خواهرایی که زبانشان مثل آنقدر فصاحت و بلاغت داره که پرسان نکو، لیکن آله دست استعمال بیگانه ها قرار گرفته، داد از دموکراسی و حقوق بشر میزنه. نمیگه که در اسلام کدام حقی که بر ما داده شده او تطبیق شود. حکومت اسلامی تو خواهرم کوشش برای آوردن حکومت اسلامی کو که باز بعد از او مطابق نظام اسلام حقوق تو مراعات شود، از مردم مراعات شود. تو خودت چیخ با دموکراسی میزنی و بعد از او مطالبه اعاده حق خدا میکنی. ای محال است، این محال است، بالکل ناممکن است. چرا؟ نیروهای خارجی حقوق تو را پرداخته نمیتونه. حقوق تو را اسلام میپردازه. توسط کدام نیرو؟ در اول میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایها الناس اتقوا. سوره نساء اول سوره بعد از سوره فاتحه سوره بقره بود. در اونجا اکثر حالات و بیان یهود بود. یهود علمایشان، عوامشان چی کارای کردن، الله چه انعام کرد، کل او گپا بیان شد. قرآن مبارزه با سه طایفه داره و سه طایفه خیلی شهرت هم داشتن، نظام هم داشتن. قرآن با همه انحرافات مبارزه داره. یک انحراف اهل کتاب یهود، دوم انحراف اهل کتاب نصارا، سوم انحراف زمان جاهلیت که مشرکین مکه است. الله متعال قرآن کی روان کرده، عرصه نظریات پوچ و غلط و تصور نادرسته اگر در بخش عقیده و عمل اخلاقشان قرار داره مکمل رد میکنه و در مقابلش قیام کرده. سوره بقره برای ما بیان کرد، یهود رد کرد حالاتشان، خباثتایشان برملا کرد. نصارا را برملا کرد در سوره آل عمران. از مشرکین مکه از زمان جاهلیت در اینجا برملا میکنه و قطعش مبارزه داره. اینجا زنا میدانه که واقعا حقوق کی اعاده کرده برای زنا، بعد یاد کدام نظام وابسته باشه که شرافت و عزتشان بالکل مسئول و محفوظ باشه. خود به خود یا میدانه. از امو خاطر ربط در بین امی ارسه صورت به می سیستم بوده. دیگر ربطام داره. در سوره بقره الله متعال دعوای توحید کرده بود. در سوره آل عمران اثبات رسالت بود. در اینجا الله متعال امور انتظامی مسلمانان را بیان میکنه که مثل که توحید ضروری است، عقیده شناسی ضروری است، عمل کرد و روش زندگی هم خیلی ضروری است. الله متعال مثل که فرامین و هدایات در مورد بخش عقیده داره، در بخش نظام هم داره، حتی در نظام خانواده. از امو خاطر ابتدای سوره نساء تمام معاملات نظام خانواده را برای ما بیان میکنه که چه قسم یک زن و شوهر زندگی را اختیار بکنه و چه قسم ما نظام خانواده را اساس گذاری بکنیم. از او خاطر سوره نساء امی بخشا را دنبال میکنه. ظلم و تجاوزی که بالای طایفه های مظلوم در او زمان صورت میگرفت که دو طایفه بود. یکی یتیما، مردمی که بی پدر بود، بازخواستگر نداشت. دوم دخترکا و زنا که یام همیشه زیر سلطه مرد سالاری قرار داشتن، محکوم میشدن، لطکوب میشدن، زنده بگور میشدن. اینمی ظلما را نظام مقدس اسلام محو اعلان میکنه و این را از بین میبره. از امو خاطر الله متعال آیتای سوره نساء را توسط یک قانونی اعلان میکنه که او قانون انسان میتونه بالکل برای حق پردازی وادار بسازشه و حق کسی را تلف نکنه. او قانون کنم قانون است، قانون تقوا. الله متعال ذهن تو را میسازه که تقوا پیدا کن و بعد از او رعایت کن. وجهش پسان براتان میگو. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، مردم بترسه ربکم از پروردگارتان،
الذی پروردگار خلقکم که شما را پیدا کرده من نفس واحدت از یک نفس و خلق منها پیدا کرده از زمین نفس واحد زوجها جوره و جفتشا و بث پراگنده کرد منهما زمیر دو نفس رجالا مردار کثیرا زیاد و نساء زنارا واتقوا الله بترسی از الله الذی امو اللهی که تساءلون شما یکی از دیگه سوال میکنه بهی بنام ازو شما طلب میکنه که رعایت مرا بکن بخاطر الله والارحام شما بترسی از قطع صله رحمی یعنی حق رشته دارا را شما تکمیل کنه صله رحمی را قطع نکنه یک معنی است والارحام اگر ارحامی بگیم بترسی از او اللهی که شما به نام از او سوال میکنه یا از او از او رشته داری های بترسی که شما به نام از او از یکی دیگه سوال میکنه که بر روی فلانی لیازی و ربکو سرما شفقت و مهربانی بکو هر دو درست است ان الله یقینا الله متعال کان است علیکم بالای شما رقیبا نگهبان نظاره میکنه که چی کار میکنی چی کار انجام میدی احکامی که در سوره نساء ذکر میشه کلش تعلق به نظام خانواده داره اصلاحات یکی از امور داخلی است یکی از امور خارجی است اصلاحات امور خارجی توسط نیروها و قانونی که مردم وضع میکنه حکومت ها وضع میکنه آماده میتونه قانون ترافیکی است از طرف راست موتر برد بیا و از طرف چیسته از طرف چپ برگرده که باز راست میگرده این یک قانون ترافیکی است رعایت از این توسط قانون نیروهای بیرونی میشه ترافیک استاد است اگر خلاف ورزی میکنی جریمت میکنه پارچه برات میده این امکان داره اما رعایت حقوق داخلی این چطور شده میتونه آیا عسکر و محکمه بیرونی میتونه این را رعایت کنه همیشه بیاید پلیس در خانه استاد باشه که تو سر زن ظلم نکنی حقش پورا کنی یا زن در مقابل تو بی‌احترامی نکنه باز خو مصیبت برات جور میشه در خانه پلیس برات استاد باشه که چی کار میکنی چی نمیکنی گپ غلط است چطور میتونیم رعایت حقوق درونی را بکنیم و واقعا ظلم از پیش ما صادر نشوه از دست ما ظلم واقع نشوه این را کی میتونیم گفتیم که کنترل بیرونی در اینجا بالکل ناکام است نمیتونه خیر کدام راست قانونای دنیا کلش استوار به کنترل قوت‌های بیرونی و خارجی می باشد قوت‌های داخلی قطعا نداره از همون خاطر است دولت ما و شما هم که هر قدر کمیته رشوت ستانی را جور میکنه رشوت من نکده میتونه نمیتونه حکومت هر قدر مامور بگه و رئیس و وزیر کی داره در مقابلش یک نفرم چی خیر مقرر کنه بگه که رشوت نخوره زور داره یک قدر زور داره که در مقابل هر فرد یک نفر مقرر کنه که رشوت نخوره یک پلیس میتونه خودی پلیس کی میخوره او را چطور میکنی او را هم نمیتونی امتیاز نظام مقدس اسلام دایسته که الله متعال انسان که کنترل میکنه توسط قوت درونی میکنه اما قوت درونی عبارت از عقیده است اگر ما را کسی سوال بکنه که اسلام چی مفادی داره اسلام برای چی است همین گرویدن به یک نظام چی مفهوم چی مقصد داره جواب میگیم که مقصد کل اهل دنیا است که کلگی به امن زندگی کنه همینطور است یا نیست و کلگی متفق باشه اختلاف بگه وجود نداشته باشه این چطور میتونیم که همین امن قائم شوه و هیچ نوع اختلاف وجود نداشته باشه هیچ راه دیگری نداره بجز از عقیده چرا راههای بیرونی خو نمیبینیم امریکا اگر قدرت زیاد پیدا میکنه چند مملکت دیگر مورد ظلم خود قرار میده حق و ناحق سرش بمبارد میکنه مداخله میکنه توسط از او امن نمیه بلکه امن دیگه هم چی میشه بر هم میخوره چرا امو مملکت در صدد عزیز که خود بالکل راحت خو کنه و تو بالکل در زحمت باشی معدن از او باشه میوه خوبش از او باشه هر چیزی خوبش از او باشه تا را هیچ موقع نمیده حملات امریکا در کویت و در این جاها به خاطر چی بود چاهای نفت در دسترس خود قرار بدن که توسط از او اکمالات خود بکنه به این خاطر است توسط از او امن آمدن نمیتونه بلکه امن بر هم میخوره امن که میاد توسط عقیده میاد عقیده کی را میگه کلگی به بندگی الله تسلیم شدن نظام الله را پذیرفتن
خدا بند کردی در نظام الله، آلی دیگه مطابق نظام حرکت بکن. حقی خدا بشناس، محدودی خدا بشناس، سری کسی دیگری تو تجاوز کرده نمیتونی. از این خاطر کسی که ما را بگه که دینتون چی پیام داره، دین ما پیام امن نداره، پیام اخوت و برادری و اتفاق داره. یاره مکمل محو میکنه توسط عقیده به دست میاد. ظلمی که از طرف شوهر بالای زن میشه ایره کی مانع میشه؟ در خانه دروازم بند، به صدها نفر زن خدا نکشته، خفه نکرده شه، مویایش نکنده، 1 سال بعد 2 سال بعد 1 ماه بعد مردش بیرون میبره، کس خبر نداره. این ظلم چطور آدم منع بکنه؟ ظلم منع عقیده میکنه. وقتی که تو عقیده کردی که الله را شناختی که الله اگر ما اینجا اینی دختر نه کاکایش است، نه پدرش، نه برادرش، نه قومش و نه کس بازخواستگر داره، لیکن این عقیده را داری که الله در سرم وجود داره و الله بازخواستگر است، از ما سوال می بس معلوم شد که کنترل تمام مسائل درونی توسط عقیده میشه و او عقیده عبارت از تقواست. از او خاطر الله سوره نساء را اول به صفت تقوا شروع کرد و مردم امر میکنه که تقوا را اختیار بکنید. در خطبه نیکام که اول امی خطبه خوانده میشه می آید تا به خاطر امی گپ است که شوهر ای زن هر دویتان خو نظام خانواده را اساس گذاری کرده، خدا پرداخت حقوق از الله باید بترسید. نشوه که نعوذ بالله از یک طرف نه از یک طرف ظلم صورت بگیره، نه این کار انجام نده. از او خاطر در هر نکاح این آیتای تقوا باید خوانده شود که بفهمه که بله اگر من ظلم میکنم الله میبینه و الله مرا باز ختم محاسبه میکنه، عذابم میده، ماندنی نیست. اگر این عقیده پیدا شد گپ جور است، نه خشونت است، نه تکلیف است، نه زدن است، نه موی کندن است، نه قطع کردن انگشت است، نه کشتن است. چرا؟ میگه الله مرا میبینه و بالای ما الله قدرت داره که مرا عذاب بده و مرا نعوذ بالله رسوا بسازه. این عقیده باعث میشه که تو هیچ دو ظلم روادار نیستی به زن و زنم هم آیت میخونه، زنم هم رعایت میکنه که هیچ نوع خیانت در حق شوهر خود نمیتونم. چرا؟ روز اول که عقد کردیم پیمان ما امضا شد توسط آیت قرآن اتقوا الله امضا شده. اگر هیچ کسی دیگری ما را نمیبینه الله ما را میبینه. از او خاطر اهمیت آیت که در تمام خطبه خوانده میشه از این خاطر است و اشاره به است که فکر از این نکنه که تو مرد شدی دیگه حالی زن زده برو، یا تو زن شدی تو مرد زده برو. نه، کلیتان یک جنس هستی، از یک وجود پیدا شده. حوا از آدم علیه السلام از وجودش پیدا شده از قبرغه چپ. چطور شده میتونه که آدم قبرغه خدا میده کنه یا دست خدا دور کنه؟ اعضای خود آدم دور نمیکنه و نه توهین و تحقیر میکنه. چرا؟ ما کلی وجود ما به عضو خود به می انگشت خرد ضرورت داره، نیاز داره به انگشت خرد. چقدر تعبیر زیباست. جامعه انسانی حیثیت یک بدن داره، در بدن اعضا متفاوت است، یکی قلب است، یکی سر است، یکی چشم است، یکی گوش است. هر عضو علیحده وظیفه انجام میده، خو یک عضو مهمل و بیفایده نیست. هر کدامشان در جای خود وظیفه خود در سر برسانه. اگر یک عضو نبود بدن انسان ناقص است. اینمی قسم در جامعه انسانی مردم ها که متفاوت است در بین مذکر بودن و مؤنث بودن، یا در بین مذکر بودن کسی استعداد دکتری را کسی انجینر داره، این برای عزیزته که وجود سالم باقی بمانه. افراد جامعه حیثیت اعضای وجود داره. خلاص پس وقتی که عضو وجودت شد نه ایره توهین میکنی، نه تحقیر میکنی، نه ایره قطع میکنی، نه ایره حتی روادار نیستی که یک خار بخوره. انگشتی خردت خار بخوره تو روادار نیست. که وقتی به عضو خود یک خار روادار نیستی که بخوره، آیا یک برادر مسلمان یا خواهر مسلمانی تو روادار هستی که خار بخله در پایش یا در دستش؟ کلا قطعا نه. چرا که از وجودت شد. یا ایها الناس مردم اتقوا ربکم، خدا نگاه کنی از مخالفت پروردگارتان، در مخالفت ربتان واقع نشوی. الذی او ذاتی که خلقکم که شما را پیدا کرده، الذی خلقکم او ذاتی که شما را پیدا کرده، همه مخلوقات به یک رشته به امر الله رشته پیدا کرد. کلگی مخلوق شدیم، الله چی شد؟ خالق شد.
کلگی رو وابسته به خود کرد الله متعال. بعد از او چی میگه؟ من نفس واحدت، از یک نفس، یعنی از آدم علیه السلام شما را پیدا کرد. مراد از پیشش زنی آدم علیه السلام است. و خلق منها، پیدا کرد زمین زن، منها زمین نفس، زوجها جوریش. نظر به حدیث صحیح است که الله متعال حوا علیه السلام از قبرغه چپ آدم علیه السلام پیدا کرد. از همون خاطر در حدیث پیامبر علیه السلام میگه که خلقت یا پیدایش زن امیطور کج است. اگر تو بخوی چون که از قبرغه کج چپ پیدا شده، سری قبرغه همیشه کج می باشه. اگر تو بخوی که او را راست بکنی میده میشه. از او خاطر پیغمبر علیه السلام میگه قطی زنایتان بسیار به خیر به آرامی زندگی بکنی، از شدت کار نگیری، از سختی کار نگیری. الرجال قوامون علی النساء باز میه و به این خاطر نیست که شما مرتبه بالا داری، نه، اول حوصله مندی و اول رعایت حقوق از تو میشه، از تو. چرا که الله بری تو صفت ممتاز ذکوریت داده برات. توانمندی تو بیشتر است از توانمندی زن کده. از همون خاطر در ادای حقوق تو اول نمره باید باشی، بعد از او در ردیف دوم زن قرار داشته باشه. قرآن کریم امی گپ بر ما میگه که پیغمبر علیه السلام میفرمه اگر تو میخوای که امی قبرغه را راست کنی میده میشه، اگر نمیخوای دیگه به می قسم قطع زندگی بکن. زن اگر چی یک خوی خاصیتی خراب داشته بود پروا نداره، در مقابلش به ده ها خوی خاصیت خوب وجود داره. اینطور شده نمیتونه در دنیا یک شی از تمام اوصاف کامل باشه. اینجا الله متعال چرا مردا را خطاب به گپ میکنه؟ به خاطر که رشته و سرپرستی در اختیار از یا قرار داره، مستر فیا میکنه، رشته زندگی و خانم در دست از این قرار داره. از او خاطر الله متعال یارا میگه که از الله متعال بترسه. و بث منهما، پراگنده کرد از هر دو نفس، آدم و حوا علیهم السلام، رجالا کثیرا، مردای خیلی زیاده، و نسان، زنای خیلی زیاده الله پیدا کرد. الله اکبر. در نفس انسانیت کلگی برابر است، کلگی. واتقوا الله الذی، بترسی از الله او ذاتی که تساءلون به والارحام، که شما سوال میکنید، درخواست میکنید یکی از دیگه تان به نام الله یا به نام رشته داری، یکی از دیگه سوال میکنید که بروی پدرید یا بروی مامایت اینی کاری مرا بکن. نه، پس از الله بترسی، نافرمانی الله را نکنید. اینجا میگه از الله بترسی، از او اللهی که به نامش شما سوال بکنید. مراد از الله ترسیدن در مخالفت امر الله واقع نشوی. کدام اموری که الله براتون فرمان داده او را در سر برسانی. اینی در ترس از الله میگه. خب اینجا واتقوا الله الذی تساءلون به، در زمان جاهلیت هم وقتی که یکی شان میخواست از کسی دیگر یک چیز طلب میکرد، باز رویدار کی را جور میکرد؟ الله را. میگفته بروی الله، به نام الله یک چیز برام بده. الله متعال میگه از امی الله بعد شما بترسه، مخالفت اوامر الله را نکنی و از نواهی الله را. در ارحام دو توجیه است. یکی معنا که مثل که شما به نام الله سوال میکنی یا به نام رشته دارایتان که بروی بیبی یا بروی خاله و عمه و کاکا اینی کار انجام بده. پس شما مخالفت امر الله را نکنی، صله رحمی را قطع نکنی، شما قطعش رابطه داشته باشید. دوم ترجمه که ول ارحامی بگویم، بازی در عطف سری بهی میشه. الذی ذاتی که تسالون به، که شما یکی از دیگه درخواست میکنه به واسطه نمی الله متعال، ول ارحام به واسطه ارحام. اینا به واسطه ارحام یکی از دیگه سوال میکنه که ارحامی را مجرور بخوانیم. اگر نه که ارحام منصوب بخوانیم، باز بترسه از الله که یکی از دیگه سوال میکنه، درخواست میکنه، و بترسه از چی؟ از ارحام که صله رحمی را قطع نکنه، رشته دارایتان حتما رابطه تان قطعش باشه. در حدیث پیامبر علیه السلام سری موضوع تاکید کرده. زمانی که الله روان میکرد رشته داری را در زمین، فریاد میکرد پیش الله که این مردم مرا رعایت نمیکنه. الله متعال قطعش وعده کرد که اگر کسی تو را وصل کرد من قطعش وصل میکنم، رحمت خدا. اگر قطع کرد من قطع میکنم. در حدیث میاد پیامبر علیه السلام میگه اگر کسی خوش داره که در عمرش دراز شود و دو برکت انداخته شود، پس صله رحمی را قطع نکنه، با او کسایی که رابطه داره او را قطع نکنه، قطعشان رشته داری را ادامه بده. ان الله کان علیکم رقیبا، یقینا الله متعال هست بالای شما نگهبان، مراقبت شما را میکنه که شما چی عمل انجام میدی.
اینه الله شما را نگهبانی و مراقبت میکنه. پس از او خاطر وقتی الله شما را میگه رشته داری را وصل کنه، در رأس رشته داری فقط زن و فرزند قرار داره، پدر و مادر قرار داره، با هر کدام یک شیوه علایده خیلی مناسبه که دل پدر را دست بگیری و موجب بددعا و عاق بودن برات نشوه، نافرمان بودن نشوه. این همه قسم رعایت حقوق از او را رم بکن. و آتوا الیتامی اموالهم، بده یتیما را مالای خدا. در اینجا دما قبل الله متعال که بیان میکنه که رشته داری را شما وصل کنه. البته این رشته داری دو قسم است، یکی رشته داری که خیلی قریب است و یکی بعید است. منظور است که کسی قطع تو رشته داره باید تو امرای از او وصل بکنی، قطع رابطه نکنی. از اون خاطر خصوصا دعوتگرا ایتو روابط باید نگاه بکنه. امروز اصلاح نشد سبا اصلاح میشه، سبا نشد دیگه سبا. حقیقت پی ببر آخر الامر، تو رابطه تا قطع نکن. و آتوا الیتامی اموالهم، بده به یتیما مالایشانه. ولا تتبدلوا الخبیث، شما تبدیل نکنه خبیث چیزی بیکاره را به طیبه، به چیزی کاره یا خوب. ولا تاکلوا اموالهم، شما نخورید مالایتان الی اموالکم، اموالهم مالای یتیما را الی اموالکم، مع اموالکم، امرای مالای خود یک جای میکنه به یک بانه باز خورده میره. انه کان حوبا کبیرا، یقینا این گناه بزرگ است. کبیرا بزرگ، بر صورتی که باشه که میخوری گناه بزرگ است. در زمان جاهلیت یتیما را حقوقش نمی پرداختن، ظلم سرش میکرد. خصوصا در یک حدیث عایشه رضی الله عنها میفرمه که در زمان از وای اتفاق افتاده بود، یک دخترک از پدر باقی مانده بود، باز اونجا کاکایش موجود بود و این دخترک باغام داشت. کاکایش قطع از این نکاح کرد و بعد از رعایت حقوق قطعش نمیکرد. در اون زمان قطع از این نکاح میکرد. یا است که در نکاح بچه خود قرار میداد به خاطری که مال قطع خود نبره بلکه باشه. یا است که قشنگ و زیبا می بود با وصفی که رعایت حقوقش نمیکرد، لیکن بازم به نکاح میگرفت. چه الله متعال این ظلم را مکمل از بین برده. حکم اسلامی آمد و این قسم مسائل مکمل از بین رفت، یعنی باقی نماند. یتیم کی را میگه؟ کسی که پدرش وفات بکنه و در سن بلوغ نرسیده باشه او را یتیم میگه. در حیوانات یتیم امو بزغاله و بره را میگه که مادرش وفات کنه. اما در شریعت اسلامی یتیم کسی را میگه پدرش وفات کرده باشه و این در سن عقل نرسیده باشه، سن جوانی، اینی را به نام یتیم یاد میکنه. زمانی که در سن جوانی رسید باز بعد از یتیم یا یتیمی باقی نمیمانه. در اصل لغت یتیم چیزی یگانه را میگه، یکتا را میگه. از همون خاطر در لغت عربی چیسته درتون یتیمه میگه، یعنی کدام مرواریدی که یکتاست در بین کل مروارید. و آتوا الیتامی اموالهم، بده یتیما را مالایشانه. یکی از جمله قشرهایی که همیشه مظلوم قرار گرفته بود و یتیما بود، خصوصا دخترکای خرده که با کسی باقی میمان، پدرشان وفات میکرد، انواع ظلم ها را سریزی میکرد. الله متعال میگه به یتیما مالایشان بده. ولا تتبدلوا الخبیث، شما تغییر نده خبیث در مقابل طیب. مال خبیث و بیکاری خدا او را در شق یتیم میاره، مال یتیم در خود میبره. کس خو نیسته، سرپرست توستی، مال یتیم به تو مانده. الله متعال میفرمه که در این جمع تو تغییر ندی، تبدیل نکنی. رعایت همی کار کی میتونه؟ یتیم خو خورد است، از مال خود آگاهی نداره. وقتی که کلان میشه کاکا یا هر کس که برش مانده میگه این چیز از تو است، این قدر برش میگه. کسی نیست که اینمی کنترل از را بکنه بجز از کی؟ عقیده، تقوای الله که دید باشه. آل دیگه حالات یتیم در نظر میگیری، حقوقش تلف نمیکنی. ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، نخوری مالایشانه، امرای مالای از یاره، الی اموالکم، امرای مالای شما. مال یتیم میگیری قطع خود یک جا میکنی، با بهانه مالشی میشه، همونطور فنا میشه. پس آن انکار میکنی که این مال از اون نیست، خلاص. ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان، یقینا خوردن مال یتیم هست حوبا، گناه کبیره، خیلی بزرگ، گناه بزرگ است که تو مال یتیم بخوری. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتامی، اگر شما میترسی که انصاف مراعات کرده نمیتونه فی الیتامی در حق یتیما،
مهرشان نمی پردازی یا حقوق دیگه شما پایمال میکنه. فنکحوا ما طاب لکم، نکاح بکنی امرای زنایی که تاب حلال است، پسندیده و پاک است، لکم برای شما، من النساء از زنا، مثنا دو دو و ثلاث سه سه و رباع چار چار. فین خفتم اگر میترسی که شما رعایت حقوق امی تعدد ازواج نمیتانی، الله تعدیل که شما عدالت کرده نمیتانی، فواحدتا نکاح کنی یک زن و ما ملکت ایمانکم، یا آن چیزی را که مالک شده ایمانکم دستای راستیتان، کسی که به حیث کنیز ده قدرتتان آمده چیسته امرای ازوا زندگی بکنه. ذلك ادنا الله تعالو، اینمی حکمی که ذکر شد یعنی تمام احکامی که پیش ذکر شده ادنا خیلی قریب است الله تعالو که تو که شما بینصافی نکنه، ظلم نکنه. یک معنای الله تعالو که شما چی باشه؟ ظلم و انحراف نکنه. دوم معنی را امام شافعی رحمه الله میگه ذلك ادنا، ای کم مرتبه است الله تعالو که شما یالدار جور نشوه. 3-4 نکاح میکنه باز عیالایتون خیلی زیاد میشه، رسیدگی نمیتونی.